سلام دوستان، من نیلا هستم و به چنل من خوش اومدین. امروز صدای من از تل سیج دربند میشنوین که یکی از جاذبه های گردشگری تهرانه. اگر که به کوهنوردی علاقه دارین، دربند گزینه خیلی مناسبی برای شما و مخصوصا اهالی تهران. در مسیر کوهنوردی دربند انواع اقسام کافه، رستوران ها و مغازه هایی وجود داره که خوراکی های خوشمزه مثل آلوچه، لواشک، ترشیجات، باقالی، لبو و خیلی چیزای دیگه میفروشن. هرچی که بالاتر میرین تعداد این کافه، رستوران و مغازه ها کمتر میشه و بیشتر از فضای طبیعت میتونین لذت ببرین. اینجا هم که تل سیج دربنده و خب همطور که میدونین کوهنوردی کار تقریبا سختیه و انرژی خیلی زیادی میخواد و خب دربند این امکان رو داره که شما هم برای رفت و هم برای برگشت از تل سیجش بتونین استفاده کنین. البته من پیشنهادم اینه که فقط برای رفت از تل سیج استفاده کنین و بلیت برگشت نگیرین و برگشت رو از خود کوههای دربند بیاین پایین. طول این مسیر تقریبا 10 دقیقه هستش و ازتون تو طول این مسیر عکس برداری هم میکنن و شما تایمی که از تل سیج پیاده میشین اگر که بخواین میتونین هزینه پرداخت کنین و اون عکس رو داشته باشین. خب اینجا انتهای ایستگاه رفت هستش و بریم که با هم یه گشت و گذاری تو ارتفاعات دربند داشته باشیم و ادامه مسیر رو با هم دیگه ببینیم. دوستای گلم ممنون میشم که قبل از دیدن ادامه این ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خب یه مقدار راجع به خود دربند بخوام بگم، یکی از محله های قدیمی تهران بوده که بیش از 200 سال قدمت داره. برای اولین بار هم این مردمان طالقان بودن که به این منطقه اومدن و با ساخت محله دربند رو شکل دادن. بعد از اون هم آب و هوای عالی و ییلاقی دربند باعث شد که ثروتمندان و اشراف‌زادگان در این منطقه ویلاها و خونه‌های ییلاقیشون رو بنا کنن. در زمان رضا شاه هم تعدادی مهمونخونه در این منطقه ساخته میشه که از اونها برای پذیرایی از مهمانان خارجی استفاده میشده. دربند جز مکان‌های گردشگری و تفریحی تهران به حساب میاد و شما تو طول مسیر با کافه، رستوران‌های خیلی متنوع و متعددی روبرو میشین. در نهایت دربند به قله توچال منتهی میشه و تو طول این مسیر از چند تا روستای کوچیک و خیلی دیدنی هم عبور میکنه. یکی دیگه از جاهای دیدنی دربند آبشار دوقلو هستش که این آبشار در فصل بهار و تابستون خیلی مکان عالی برای گردشگران به حساب میاد. برای اومدن به دربند میتونین تا میدون ترجیش بیاین و بعد از اون سوار تاکسی دربند بشین و تا میدون اول دربند که بهش میدون سربند هم میگن با تاکسی ها بیاین. پیشنهاد من به شما اینه که اصلا با ماشین شخصی نیاین، مخصوصا روزهای تعطیل، برای اینکه تو روزهای تعطیل دربند به شدت شلوغ میشه و شما اگر با ماشین شخصی بیاین مجبور میشین که ساعت‌ها توی ترافیک بمونین.
دیدن مناظر و جاهای دیدنی دربند در هر فصلی از سال جذاب و هیجان انگیزه. با این حال دربند مثل هر ییلاق کوهستانی دیگه‌ای مکانی عالی و تمام و کمال برای فصل بهار و تابستونه. در حقیقت این محله رو میتونیم شبیهش کنیم به یک پناهگاه مناسب برای فرار از روزهای گرم و طولانی تابستون. هرچند که زیبایی دربند در فصل پاییز و زمستون واقعا دیدنیه، اما اگر میخواین در فصلهای سرد سال از دربند دیدن کنید باید کاملا مجهز باشین و اگرم اندازه کافی شناخت از محله دربند ندارین تنهایی به دل کوه نرید. کوفه گالری کوهنوردایی که به دربند میان و قصد یک کوهنوردی طولانی مدت و سنگین رو دارن ابتدای راه رو با تلسیج طی میکنن و انرژیشون رو برای ارتفاعات بالاتر ذخیره میکنن. اما اگه قصد کوهنوردی طولانی مدت ندارین و بیشتر اومدین که از طبیعت لذت ببرین و از کافه رستوران ها دیدن کنین و استفاده کنین، میتونین که از همون ابتدای مسیر از خود مسیر دربند بیاین بالا و دیگه لازم نیست از تلسیج استفاده کنین. در ارتفاعات بالاتر یک پناهگاه وجود داره به اسم شیرپلا که یه مجتمع رفاهیه برای استراحت کوهنوردانی که قصد دارن به بالاتر از آبشار دوقلو صعود کنن. از اونی که تو کشیدی بهت میرسه.
خب دوستان، اینجا در مسیر برگشت از تل سی‌اچ هستیم. برای برگشت هم میتونین دوباره از تل سی‌اچ استفاده کنین و هم میتونین پیاده تا میدون دربند برین. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. هر انتقاد و پیشنهادی که دارین توی کامنت ها برام بنویسین، خیلی خوشحال میشم. یادتون نره که ویدیوهای دیگه کانال من رو هم حتما نگاه کنین. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب و عالی باشه.